سلام دوستان، بندار گیمر اومدم با پارت دوم اوتپوست نه اوتکست فکر کنم اوتکست برای رانده شده دو با پارت دومش اومدم برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنیم و لطفاً برای بچه هایی که تا الان از این چنل خب بریم گالری رو نگاه کنیم. دفترچه راهنمای کامل نمیخوام الان. داستان آرتون علاقه خاص ندارم. داستان نوید دو بسیار وحشتناکی از او شنیدم. به ساعت از لای بوتا دویدم سمت صدا. وای ندارم نزدیک به اون موتل خراب شده میشم. اصلا حس خوبی به این قضیه ندارم. یعنی صدای چی بود؟ چی شد؟ رسیدم جلوی موتل. از دور لای درخت‌ها قایم شدم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. یه مرد انگاری روی زمین افتاده بود. کسی هم اطرافش دید. چند دقیقه صبر کردم اما کس نیامد. کم کم آروم رفتم سمتش. صدای وحشتناک صدای گلوله بود. خورده بود به همون مرد. راستش اولش ترسم نزدیک شم، ولی چون مطمئن نبودم زنده دستیام یا نه دلم نمیاد ولش کنم با حال خودش. باید سریعتر از اونجا بردمش. بیجای امن هر لحظه ممکن بود اون کسی که بهش دلی کرده بود برگرد. تنها جای امنی که به ذهنم رسیده بود که دور نباشه روستای سالیسک بود. البته اهالیش بهش این اسم رو داده بودن، وگرنه کسی این روستا رو نمیشناخت. هم خیلی از موتل دور نبود. من هم مدتی بود که توی یکی از کلبه‌های اونجا زندگی می‌کردم. باز نسبت به جاهای دیگه واسه من امن‌تر بود. به یه بدبختی کشون تا وانتم آوردمش. ماشاءالله وزنشم کم نبود. انداختمش پشت اومد رفتم سمت کلبه و بقیه‌شم بعدا میخونیم. لیندا، ایلینا، جوی جمشید پدرسگه. بذار دفترچه راهنما رو بخونم. کتابچه راهنما. همیشه کامل رو میخونم چون بهتر به دردم میخوره. خب اینا که زدیم. گرفتم شروع کنیم ادامه بازی. من یه مقدار فقط بازی رو رفتم جلو، معمایی رو حل نکردم. بعد چندون فشرده که خوب بدونم. اول دستم کتابی که واسه ما مقدسه. بعد بزرگترین کتاب. بعد از اون کتاب اینه. بعد از اونم جنایت مکافات. دست نوشته نبات‌ها برداشتن. دست نوشته نبات‌ها رو همینجا بخونم. دست نوشته نبات‌ها. خرس جنگجو، نگهبان پل، حیوانی که همیشه محافظ روستای ما بوده. خرس جنگجو که از خانواده‌اش محافظت میکنه. خرس به هیچ غریبه اجازه ورود و خروج نمیده مگر اینکه روی سرش هم راستا با گل‌های رز دهکده باشه. گل‌های رز نشانه میزبانی خرس روستا است. کسانی که راز این روستا را میدونن. رنگ قرمز نشانه خون‌هایی است که در راه آرامش روستا ریخته شده و براشون مقدس است. عنکبوت هوشمند هوشمند همیشه یادگار و یادآور شکار و تله‌های معروف روستای ماست. از ما در مقابل دشمنانمون حفاظت میکنه. گرگ با وفا. گرگ نماد گله، قبیله و زندگی اجتماعی است. گرگ برای پذیرایی آماده است به شرط اینکه به صورت سر و ته به برگ قرار بگیره تا نشون دهنده صلح و آرامش و اجتماعی روستای ما باشه. در زمان جنگ به صورت ثابت درش میاریم تا خشونت در زندگی رو نشون بدیم.
خب بزنم. خب الان نمادها رو فهمیدیم. ماهی رو بزنم. نوید آبی رشد، دستنوشته دوستی، دستنوشته نمادها. وای خدا.
دیرتر دارم خسته میشم. یه سی به هم میگه الان قرار پوست کلم با محتویات روی کلم تزیین بشه. خرس و ماهی عین همن. عنکبوت برعکس خرس و ماهیه. گوز نوک بسنم. عنکبوت دشمن خرسه. گوز دشمن گربه. نه فهمیدم. شروع ادامه بازی. رما خب با رفیقمونم که بعدن آشنا میشیم نبینده، یعنی ببینش بابا چی کارش داریم. نه دیگه با رفیقمون آشنا نمیشیم. پارت پیش کشیدنش بردنش جنازش رو بدولن.
The holy moly. همونطور که هستی وایسا. تکون نخور. من تو رو میشستم، عکس تو دیدم. تو کامیلی درسته؟ از خودش من نمیدونی. اینا پیدا کردم برای معشوقت نوشته بودی، عکسش رو براش گذاشته بودی. نه حال اون کجاست؟ نمیدونم اون کجاست، رو هم خبر نداره. آروم باش کامیل، اصلا بذار که من خودم اینجا گیر افتادم. جلو نیا. چطوری بهت اعتماد کنم؟ چون من نمیدونم اینجا چه خبره. من خودم الان زخمیم، تیر خوردم. میخوام لباسم رو در بیارم تا جاش رو ببینی. فقط میخوام نهار رو زنده پیدا کنم. اون کجاست؟ هیچ نمیدونم. بذار با هم صحبت کنیم. آروم باش. اصلا بذار که ازت خواهش میکنم. باشه قبول، اما قبلش جای زخمت رو به نشون بده تا ببینم راست میگی یا نه. باشه قبوله. یکی پشت سرتونه، مراقب باش. تلاش دوباره. وای خدا. بذار برم ببینم خستش چی میشه. خب
میترسم حاجی. بذار بار که ببینم با چیکار کنم موفق باشه. خوب زنم. چلو 65 پیت چیست؟ بذارم پیت. پیت بنزین. این میشه پیت. بیار روی دایره 232 43 232 43 232 43. خودم میترسم.
بدو. خدا این تو خدا همون یارو ماسک داره نیفته دوباره کله اونو با چاقوش گرفتی بکنه. دوش فقط معماش پیشتر از خب باک خورد بایستا فاز شیر بر ندار حاجی. بازگشت به منو. واسه من فاز شیر بر ندار لطفا. میخواد بپره یهو. یعنی ببین این فقط پرهام بود، چنگیز بود، کرکی بود، لامصب. دلم نمیخواد دیگه امام دیگه. خدایی سش چه سمیه. اگه این یکی سش چه سمیه حاجی. وای خدا وای خدا وای خدا. قلبم داره میاد تو دهنم. آوتکست یا همون رانده شده 2. خدای من از همون روزی که اومد درجا گیم پلیشو گرفتم. په خدایی اگه کسایی دوست دارن که مثلا یعنی میخوان بازی بکنن حتما ویدیو منو واسهشون بفرستین که حداقل از ویدیو من کمکایی بگیرن دیگه مجبور نشن مثلا برن کل متون این کتاب متاب. حالا خدا این خودت نتونستی با یه شاتگان بزنی تو حلقه. چرا شاتگان رو واسه ما ارث میذاشت؟ من با شاتگان میزدمش. یک 2 3 ناشناس بگو خب تو من تو میرسم. تو کاملیست من از کجا میدونی؟ نه حالم کجاست؟ بخدا روح من خبر نداره. من گیر افتادم. حاجی دنگن سنگ حاجی جون دنگن خنگ مثلا عکس الینا رو میخوای به ما نشون بدی؟ بیا الینت میکنم حاجی. زیر علی حاجی من نمیتونم. حالا دوستان پارت بعدی واسه این باید یه قسمت آخر بذاریم. فرار از دست مرد ماسکار. همین پارت دوم و سلام. خداحافظ دوستان. من برم الان با بسفنجی ببینم. به خدا میترسم. خداحافظ.